اصلا چی شد دستگیر شدین؟ همین پرروبازی برای رسانه و برای روایت به عنوان نیروهای مستند. آمریکایی شما بله گرفتن بله دیگه. بله بله 18 روز با مجوز خود آمریکایی‌ها ما اونجا کار رسانه می‌کردیم، مستندمون داشتیم می‌ساختیم. منتها خب اینا تو دو تا چهار تاشون دیدن که اینا چقدر پرروان، یعنی یه جایی باید کم بیارن، یه جایی باید کوتاه بیان، یه جایی باید بیخیال شن. گفتن خب پس میگیریمشون، از توش یه چیزی در میاد دیگه. گرفتن 9 روز شکنجه و زدن و گشنگی دادن، 5 روز مطلق غذا، 5 روز مطلق اجازه خوابیدن ندادن. اینا خیلی ویژه بار، هنوزم برای من ویژه است. اینها نیروهای یو اس مارینز بودن، نیروهای یو اس آرمی اومدن ما رو از دست اینها نجات دادن. یعنی اینا با فرماندهی که صحبت شده بود، فرماندهی در از ارتش آمریکا در عراق، گفتود برید اینا رو از اونجا بگیرید بیارید. بردن بغداد و بعد قصه ما کشید به کاخ سفید. یعنی شخص جورج بوش 3 نماینده فرستاد برای ملاقات ما، گفتگوی با ما و اینکه از سلامت ما با خبر بشه. قبل از اینکه دستگاه دیپلماسی ما سراغ ما بیاد، دستگاه دیپلماسی اونها اومد. و در کمپ بوکا ما خیلی کسان عجیب غریب اونجا داشتیم. آقای ابوبکر البغدادی در کمپ روبروی ما کمپ بین‌المللی بودیم، 18 19 کشور دنیا در اون کمپ بودیم، 250 اسیر. کمپ روبروی ما و کمپ‌های مجاورمون 5 تا کمپ دیگه، یعنی 4 تا کمپ دیگه. ما در کمپ شماره 5 بودیم، در کمپ شماره 2 آقای ابوبکر البغدادی بود. در همین کمپ ما من خب جدیداً کشف کردم، یعنی پارسال که سوریه سقوط کرد و آقای دیدم چقدر آشناست. آخه عکسش همون عکسی اومد بیرون که با همون دوربینی گرفته شده بود که از من عکس گرفتن، در همون چادری که عنبیه چشممون هم اسکن کرده بودن. و یه آن این که احمد سوریه که الان دارم بهش میگم محمد الجولانی. احمد سوری اون موقع 18 19 سال سن داشت و یه آدم بی خود و بی جهتی هم بود، عاطل و باطل. تو خاطرها میگن این ما اینو تو سرش می‌زدیم. ما همین بود. ما آدم‌های معتبری که اون در از تکفیری‌های سوری داشتیم، یا آقای شیخ حسن الشامی داشتیم. شیخ حسن بزرگ این تکفیری‌ها بود، سلفی بود، حالا تکفیری نگم، شاید سلفی بود. محمد جولانی که اون موقع میگم احمد السوری به احمد سوری بهش میگفتیم، میگم یه جوون عاطل و باطل بود. مثلا ما یه عمران داشتیم اونجا از آمریکا، به ما هم دارم، من اینا هم قرآن داده بودن، هدیه آیه بوش بود، و هم سجاده بهمون داده بودن. سجاده هم از همین جنس لباسای لجنی چطوری نظامیان از اونها بود. این بچه‌ها این سجاده ها رو می‌خریدن که دارم میگم تبادل با سیگار بود. ما سیگاری نبودیم، سهمیه سیگار داشتیم، با اون می‌خریدن و بعد باهاش کوله درست می‌کردن. اوج هنر آقای محمد الجولانی اون کوله ساختنه بود. بعد کوله رو مثلا 3-4 پاکت سیگار می‌فروختن، یعنی کاسبی بود برای خودشون موقع. ولی یک سری بازجویی هایی می‌بردن ایشون رو. برای ما سوال بود این که مثلا چیکار است اینو می‌برن بازجویی. مثلا ما طبیعتاً توقع داشتیم آقای الشامی رو ببرن، بله. شیخ حسن رو ببرن برای بازجویی، ولی اونو می‌بردن.